الحمد لله الولي الأولى والنصير الأعلى الموجب على عباده البراءة من الكافر الأقصى والأدنى والمتوعد مواليهم بالنار وبئس المثوى، والصلاة والسلام على إمام الموحدين والمبعوث بالسيف رحمة للعالمين، وعلى الأصحاب والأتباع جمعنا الله بهم في جنة المأوى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 86 از آموزش توحید است. ما در حلقه گذشته به شما یکی از بزرگترین عبادت را بیان کردیم که این الولاء و البراء است. معنی هر دوی این کلمه را، معنی هر دوی این عبادت را لغتاً و اصطلاحاً شرعی بیان نمودیم و ان شاء الله سبحانه و تعالی حالا باشد دلیل ها را از قرآن به شما بیان میکنیم که دلالت میکند بر فرض عین بودن این عبادت، فرض عین بودن الولاء و البراء به هر یک مسلمان. و این دلیل ها اینچنین دلالت میکند به کفر کسی که این عبادت ها را یا الولاء یا البراء یکی از اینها را ترک میکند. پس موضوع ما ذکر دلیل هایی که دلالت بر واجب بودن الولاء و البراء و کفر تارک الولاء و البراء میکند. برادران و خواهر بزرگواران، بر اصلی الولاء و البراء و واجب بودنش هم نقل و هم عقل دلالت میکند، هم قرآن و سنت و هم عقل انسان به این چیز دلالت میکند. اما پیش از این که دلیل ها را به شما ذکر بکنیم، باید بدانید که الولاء دو رکن دارد و البراء اینچنین دو رکن دارد. رکن الولاء رکن قلبی، رکن اعتقادی و رکن ظاهری عملی جسمی. یعنی الولاء از دو جا به وجود می آید. دو رکن یعنی از دو جا به وجود می آید. اصل و اساس این قلب است. الولاء این اصلش که اگر انسان این اصل را ترک کند کفر می شود، این عمل قلب است. الولاء یعنی محبت مؤمنین، محبت اهل توحید، دوست داشتن مسلمان ها، دوست داشتن مؤمن ها، دوست داشتن کسانی که الله آنها را دوست می دارد. الله سبحانه و تعالی که را دوست می دارد؟ بے شک و بے شبهه الله سبحانه و تعالی فقط و فقط اهل توحید را دوست دارد. اهل لا اله الا الله محمد رسول الله را دوست دارد و تنها دینی اسلام را قبول دارد. مسلمان ها و مؤمن ها را دوست دارد. پس به تو ای مسلمان فرض عین است که مسلمان ها را دوست بداری. نسبت اونها هیچ گمانی بده و هیچ بدیه و هیچ بغض و عداوت قلبی و ظاهری نداشته باشی. پس برادرم و خواهری بزرگوارم، الولاء دوست داشتنی کسانی که الله آنها را دوست می دارد، دوست داشتنی اولیاهای الله،
دوست داشتن اهل توحید، دوست داشتن اهل لا اله الا الله، انا همین الولاء قلبی است. و هر کسی که همین عبادت قلبی را، الولاء قلبی را، موالات قلبی را ترک میکند، او کافر است. زیرا که اصلی موالات را ترک کرده، اصلی الولا را ترک کرده. خیلی که هر یک چیز اصل دارد. دین اصل دارد. اصل دین سه تاست: شناخت الله، شناخت دین و شناخت رسول الله صلی الله علیه وسلم با دلیلش. ایمان اصل دارد و اصل ایمان 6 تاست. توحید اصل دارد و اصل توحید 2 تاست. و این چنین الولاء و البراء اصل دارد. اصل الولاء این قلب است، 1 تاست: دوست داشتن با قلب. مسلمان نباید به قلبش مسلمان ها را بد ببیند. هر کسی که به قلبش مسلمان ها را بد می‌بیند، از مسلمان ها نفرتش می آید، مسلمان ها را دوست ندارد، میخواهد که مسلمان ها نابود بشوند، باز خودش را مسلمان میگه، او منافق اکبر است، کافر است و مرتد است. زیرا که اصلی موالات را که مسلمان بودن انسان را یا که کافر بودنش را اثبات میکند ترک کرده است. وقتی که اصلی موالات ترک شد، از ملت اسلام انسان بیرون میشد. وقتی که اصلی موالات ثابت شد و دیگر طلبات های لا اله الا الله و رکنش و شروطش و اصل توحید به وجود آمد، انسان مسلمان است. و دومین رکنی الولا این عملی و جسمی است. یعنی عملا نصرت دادن مسلمان ها، دست گرفتن مسلمان ها، کمک کردن مسلمان هایی که مظلوم هستند، بیچاره هستند. اما این واجبات است. یعنی کسی که ظاهرا مسلمان را به سبب عذر کمک کردن نتواند، او کافر نمی شود. البته اگر عذر داشته باشد، اما به گناه بزرگ گرفتار می شود. اما اگر به قلبش دوست ندارد، کافر می شود. پس ببینید الولا 2 رکن دارد: رکن قلبی و رکن جسمی. به قلب دوست داشتن، به جسم نصرت دادن. اگر خواهی که موالات تو حقیقتا ثابت بشود و به اجر بزرگ نائل بشوی و توحید الوهیت را تحقیق بکنی، به قلبت دوست بدار مؤمنان و موحدان و اهل لا اله الا الله را، و به جسمت ظاهرا نصرتشان بده، در خدمت اونها باش. نصرت دادن البته گوناگون است. تو یک عالمی، طالب علمی، حق را برسون، حق را آشکار بکن، شرک را بیان بکن و بر حذرشان بدار تا که از شرک دور بشوند. توحید را بیان بکن و اونها را به توحید امر بکن تا که پیروی از توحید نمایند. و در این راه توکل به الله بکن و از لومت لائم، ملامت کننده ها نترس. کفالت تو در دست الله است. نگهدارنده تو ای عالم و طالب علم الله است. اما به قلبت دوست داشتی، ظاهرا نصرت ندادی، ظاهرا بی‌طرف شدی، اگر عذری نداشته باشی در خطری بزرگ هستی. اما به خودت عذری داری، تأویلی داری، بدون که به گناه بزرگ واقع شده ای، که البته این گناه کبیره از کبیره هاست. و این چنین البراء 2 رکن دارد: قلبی و جسمی و ظاهری، باطنی و ظاهری بگوییم. باطناً بغض، بدبینی نسبت کافر، بد دیدن کافر،
دوست نداشتن کافر، بغض نسبت کافر، بد دیدن کسانی که الله اونها را بد می‌بیند. الله کی را بد می‌بیند؟ مشرکین، کفار، منافقین. پس تو هم باید اونها را بد ببینی. مشرکین و کفار را حتما باید بد ببینی، نسبت اونها بغض داشته باشی. اگر این عملی قلبی باطنی ترک شد، بدبینی کفار ترک شد، انسان اصلی براءت را ترک کرده به کفر واقع شده و کافر می شود. اصلی براءت، اصلش که انسان ترک کند کافر می شود، این قلبی است، خیلی که در الولا گفتیم. و عمل قلب بغض و بدبینی کافر هست، مشرکان است، مرتدان و منافقان است و طاغوت و طاغوت پرستان است. و ظاهرا عداوت داشتن نسبت کفار مشرکین، عداوت داشتن یعنی ظاهرا هم در حالت قدرت در رو بروی اونها بودن. اما وقتی که کسی نتوانست، البته قدرت ندارد یا که شرایط نیست که ظاهرا براءت خود را اعلان بکند، در این حالت البته به این چنین انسان حکمی کفر داده نمی شود، تکفیر کرده نمی شود. بارک الله فیکم. پس ما باید این اصل را بفهمیم. و شاید شما سوال بکنید که فرق بین بغض و عداوت و براء چیست؟ برادرم و خواهری بزرگوارم، المعادات، عداوت، ما وقتی که میگیم عداوت یا معاده، میگن به زبان عربی معاده، این خاص به جسم تعلق دارد، به عملهای جسمی تعلق دارد. یعنی براءت کردن به جسم چگونه است؟ دور رفتن، آمیخته نشدن به کفار، دور رفتن از اونها، مقاطعه کردن از اونها و جدا شدن از اونها و کافر دانستن اونها، باطل دانستن دین اونها. انا همین است براءت ظاهری، انا همین است. اما خیلی که گفتیم در بعضی حالات و بالخصوص امروز بسیار است مسلمان هایی که باطناً براءت دارد اما ظاهراً در بین کفار زندگی میکند. البته عذر دارد، نه از سبب محبت، نه از سبب دوستداری کفار. هر کسی که کفار را دوست دارد و به خاطر دوست داشتن کفار در بین کفار زندگی میکند، از ملت اسلام بیرون میشود. اما هر کسی که به قلبش بغض کفار را داشته باشد اما ظاهراً به خاطر تجارت، به خاطر کار دیگر در بین اونها اگر زندگی بکند و دین خودش را، شعار دین خودش را آشکار بکند، در این حالت البته که این چنین انسان را هیچ کسی یعنی نگفته است که به کفر واقع شده است. علما میگن این چنین انسان به کفر واقع نمیشود، اما برای اون ضرور است، واجب است که براءت را کاملا اعلام بکند. اعلان کاملی براءت، دور شدن از نزد اونها. پس معاده دشمنی ظاهری گفته می شود. بغض این براءتی که تعلق به قلب انسان دارد و این اصل است. اما وقتی که البراء میگیم، کلمه البراء هم بغض و هم معادات، هم باطنی و هم ظاهری را در بر میگیرد. بارک الله فیکم. پس آیات ها در این مسئله زیاد است و آیات هایی که در قرآن ذکر شده است در باب الولاء و البراء به دو قسم تقسیم شد. آیات هایی که عامه هست که مؤمن ها را امر میکند به موالات مؤمنین و مؤمن ها را نهی میکند از موالات کفار، و دلیل های خاص است که بعضی از نمودهای موالات را
و عدا را ذکر می کند و اینچنین بعضی از نمودی موده و محبه را و طاعت را و رکون و سرخم کردن و در زیر اونها بودن را ذکر می کند و دوست نگرفتن اونها. یعنی قرآن آیت های دارد که عام و آیت های دارد که خاص در این مسئله صحبت کرده است. اما بالعموم اگر با دلیل هایی که در این باب آمده است در قرآن و سنت وقتی نظر میکنیم میبینیم که اولین یعنی دلالتی که این دلیل ها میکند این است که امر میکند الله و رسولش بندگانش را به موالات مؤمن ها و نصرت دادن آنها. موالات یعنی دوست داشتن مؤمن ها، محبت کردن اونها، نصرت دادن اونها، دست گرفتن اونها، کمک کردن اونها، بی‌پروایی نکردن در حق اونها، در غم اونها شریک بودن، انا همین را موالات میگن. یکمین دلالتی که از این آیات های قرآن و حدیث ها گرفته میشد این است که الله امر میکند مؤمن ها را که به مؤمن های دیگر موالات بکنید، به هم دیگر موالات بکنید، هم دیگر را نصرت بدهید. یک قسم شما اگر به مشکلی دچار شود قسم دوم شما خرسند نشود. این از نفاق است، از کفر است. بلکه مؤمن به درد مؤمن درد میکشد، به خوشحالی مؤمن خوشحال میشود. وقتی که میتواند که نصرت بدهد و کمک میکند یا مشورت خوب میدهد یا مصلحت خوب میدهد یا نصرتش از یک جانب از جانب میدهد. و دلالت دیگری که آیات های قرآن در این باب میکند این است که الله و رسولش امر میکند به معادات یعنی براءت ظاهری نمودن از کفار و سختگیری نسبت اونها و شدید بودن نسبت اونها. و سوم دلالتی که قرآن و سنت میکند این است که من شما مسلمان ها را قرآن و سنت نهی میکند، باز میدارد، من میکند که به کافرها به مشرکین موالات بکنید. و چهارمین دلالت میکند که یعنی آیات های قرآن بیان میکند بدی کفار را، جرم هایی که اونها کرده اند، دشمنی که این کفار به الله و رسول و به دینش کرده اند و جنگی که این کفار در طول تاریخ به دین الله سبحانه و تعالی که توحید است کرده اند و مردم را از پیش این داشتند. یعنی در طول تاریخ در همه وقت و زمان هر کافری که هست مبارزه به دین الله سبحانه و تعالی کرده است. پس اولین دلیل رو ما به شما میبیاریم. الله سبحانه و تعالی در سوره مائده میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. سبحان الله. بسیاری از آنها را می‌بینی که کافران را موالات میکنند، دوست خود قرار میدهند. یعنی این آیت به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل است و در هر دور و زمان تا روز قیامت این آیت عمل کرده می شود. بسیار وقت میبینی که یک مسلمان کافرها را دوست خود قرار داده است، منهج اونها را منهج خودش قرار داده است، نقشه اونها را نقشه خودش قرار داده است و برای پیشبرد نقشه اونها خودش را فدا کرده است. انا همین است موالاتی سبحان الله کبرا، موالات اکبر نسبت کفار. خیلی که شیخ خالد المرض الغامدی در کتاب شرک الحکم میگویند حفظه الله و فک اسره که هر کسی که اراده دموکراسی بکند، دموکراسی را بخواهد و برای تحقیق دموکراسی حرکت بکند، کوشش بکند، خودش را فدا بکند
داند که موالاتی اکبر را نسبت کفر انجام داده و به کفر اکبر واقع شده است. از همه سخت‌ترین و بزرگترین موالات کفار میگن این تطبیق کردن نقشه همون هاست. پس میبینی که بسیاری از آنها را که یتولون الذین کفروا دوست خود انتخاب میکنند، موالات میکنند به همانهای را که به همانهایی که کافرند، یعنی کافرها را موالات میکنند. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم، چقدر چیزی بدترینی را نفسهای اونها به اونها تقدیم میکند، یعنی چقدر کاری بدی را انجام میدهند که به همین سبب کارشون الله از اونها راضی نمیشود. و فی العذاب هم خالدون، و به سبب همین عملشون اونها به عذاب خالد میشوند ابد الابد. یعنی علما چه خیلی که میگن دلت الآیه على أن الإيمان ينتفي بالكلية ويزول من أصله إذا حصلت موالاة الكفار. این آیت دلالت میکند که همانا که ایمان کاملا نابود میشود، اصل ایمان نابود میشود زمانی که یک مسلمان کافر را موالات میکند. یعنی وقتی که موالات بین مسلمان و کافر به وجود می آید، مسلمان کافر می شود، ایمانش نابود می شود. و انا من آیت 72 سوره مائده به همین دلالت می کند. لبئس ما قدمت انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون، در عذاب ابد الابد می ماند. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، انا ببینید اگر این مسلمان ها در حقیقت ایمان به الله می داشتند و به رسول الله صلی الله علیه و سلم می داشتند و ما انزل الیه و ایمان به قرآن می داشتند، متخذوهم اولیاء، هیچگاه هرگز موالات را نسبت کافرها انجام نمی دادند، کافرها را دوست خود قرار نمی دادند، به کافرها دوستی نمی کردند. ولكن كثيرا منهم فاسقون، ولیکن بسیاری از اونها فاسقان هستند، سرکشان هستند، کسانی که اطاعت نمی کنند، سرکشی می کنند، روی می تابند. پس این آیت آشکار بیان کرده شده است که فلا یجتمع الایمان مع موالات الكفار مطلقا، ایمان با همراهی موالات کردن کفار در یک جا جمع نمی شود. یا ایمان می ایستد یا موالات کفار. وقتی که ایمان هست پس موالات کفار نیست. وقتی که کسی موالات کفار را کرد، یعنی کافر را دوست خود گرفت، کافر را نصرت داد، پس بداند که ایمانش نابود شده است. و همین است که شیخ الاسلام ابن محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در 8مین شکننده اسلام ذکر کردند: مظاهرة المشرکین و معاونتهم على المسلمین. مظاهرة المشرکین یعنی کمک کردن مشرکا، دستگیری کردن اونها، یاردم کردن اونها. مظاهره و معاونه یعنی دستگیری و دوستی و کمک کردن اونها بر ضد مسلمان ها. پس دوست داشتن مشرکین و موالات کردن نسبت اونها، این شکننده از شکننده های اسلام است که انسان را از ملت اسلام بیرون میکند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب مجموعة الفتاوى مجله 7 صفحه 17 ذکر میکنند، میگویند: فدل على ان الايمان المذكور ينفي اتخاذهم اولیاء و یضاده. پس این آیت دلالت میکند که ایمانی که ذکر شده است در اینجا نابود میشود به سبب اولیا گرفتن کافرها. یعنی وقتی که انسان کافر را اولیا میگیرد ایمانش نابود میشد.
ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. در قلب یک انسان مسلمان ایمان و دوستی کردن و دوست داشتن کافر جمع نمی شود. و دل ذلك على ان من اتخذهم اولیاء، پس این دلالت میکند که هر کسی که کافرها را اولیای خود میگیرد، دوست خود میگیرد، ما فعل الایمان الواجب من الایمان بالله والنبی وما انزل الیه، ایمان واجب که باید انجام بدهد این را انجام نداده، اون ایمانی که باید به الله و نبی صلی الله علیه وسلم و به قرآن می‌آورد، این ایمان را به جان آورده است. و در دوامش میگه و من یتولهم منکم فانه منهم، پس هر کسی که از شما ای مسلمان ها آنها را، کافران و مشرکان را دوست خود بگیرد، از همونها می شود. یعنی یک مسلمان یک کافر را دوست خود بگیرد، پس این مسلمان هم از همون کافر ها، از جمله مشرکان می شود. شیخ الاسلام در زیر اینات میگن که فإنه اخبر فی تلك الآیات ان متولیهم لا یکون مؤمنا. در آیات های سوره مائده الله سبحانه و تعالی به ما خبر داد، آیات 80 و 81، دوست دارنده و دوست گیرنده و موالات کننده کافر مؤمن نیست این چنین انسان ها. و در این آیات خبر داد که میگن ان متولیهم هو منهم، موالات کننده کفار، دوست دارنده کفار از کفار است. هر مسلمانی که دوستی به کفار میکند، یعنی موالات میکند، البته موالات معروف است خیلی که بیان کرده، این از جمله اونهاست. بارک الله فیکم. پس این بود آیت که دلالت به براءت کفار میکند. از این وقت میفهمید که موالات کردن کفار این کفر است. هر کسی که به کفار دوستی میکند او هم از جمله همون هست. پس چیکار باید کرد؟ براءت باید کرد، بغض و معادات باید کرد. بارک الله فیکم. پس الشیخ حمد ابن عتیق رحمه الله میگویند، چخیلی که در کتاب الدرر الثنیه فی الاجوبة النجدیه مجله نوم صفحه 263 ذکر شده است: قد دل القرآن والسنة على أن المسلم إذا حصلت منه الموالاة أهل الشرك والانقياد لهم ارتد بذلك عن دينه. قرآن و سنت بر همین دلالت میکند که گفتند، یا که به تحقیق قرآن و سنت دلالت کرد بر این که همانا که هر مسلمان به اهل شرک موالات را انجام داد و اطاعت اونها را کرد، با همین عملش مرتد شده و از دین خارج شده است. سبحان الله. در اینجا شما آشکار واضح دیده سودید که ظاهرا وقتی که انسان به اونها انقیاد میکند، ظاهرا اونها را نصرت میدهد، ظاهرا دوستداریش را آشکار میکند، به ظاهرا هم کافر میشود. یعنی موالاتی که انسان را مسلمان میکند یا انسان را کافر میکند هم باطنی و هم ظاهری است. سبحان الله. به عمل جوارح ظاهر آشکار، نه فقط به قلب. چخیلی که امروز مرجئه های جهمی از مدخلی ها و غیره میگویند که اگر ظاهرا شما اونها را نصرت دادید، به اونها موالات کردید، باکی ندارد، فقط به قلب نکنید میگند. که البته این سخن این مرجئه ها باطل است و مخالفی قرآن و سنت و مذهب سلف امت است. الله سبحانه و تعالی در سوره مائده 52 میگه فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. میبینی که همانهایی که در قلبهایشان مریضی و کسلی، یعنی مریضی نفاق دارند، به سوی کفار میشتابند. یعنی هر کسی که از مسلمان ها به سوی کفار بشتابد، پس او در قلبش مریضی دارد، یعنی نفاق دارد، کفر دارد. سبحان الله. و این بود آیت اول. آیت دومی که الله سبحانه و تعالی در قرآن سوره نساء آیت
38 و 39 ذکر کرده است. 138 و 139 ذکر کرده است. الله میگه بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بشارت بده به منافقان که همانا برای اونها عذاب دردناک وجود دارد. بشارت بده، خبر بده برای منافقها که همانا که برای اونها عذاب دردناک است. الذین، یعنی منافقها همانهایی هستند که کافران را اولیای خود گرفتند، دوستان خود گرفتند، بجز مؤمنین، یعنی مؤمنها را ترک کردند و کافرها را اولیای خود گرفتند. الله به آنها سوال می کند و می گوید ای منافقان ایبتغون عندهم العزه، آیا در نزد کفار عزت می طلبید؟ آیا در نزد کفار می خواهید که عزیز باشید؟ آیا از نزد کفار عزت می خواهید؟ پس بدانید که فإن العزة لله جمیعا، همانا که همه عزت در نزد الله است. بله، این آیت گویا که همین روز نازل شد. به امروزه منافقین که سبحان الله مؤمنین را ترک کرده، موحدین را دشنام داده، موحدین را خوارج گفته، موحدین را ارهابی گفته، موحدین را طعنه ها زده و خودشان کافران را اولیای خود، دوست خود گرفتند. نظام اونها را تطبیق میکنند، همه نقشه اونها را تطبیق میکنند و هر چیزی که این از آن مسلمان هاست برای اونها میدهند و ذره یک کلمه به کفار نمیگویند که مسلمان کشی نکنید. اینها عزت را در نزد کفار میبینند، اما تمام عزت در نزد الله است و عاقبت از مؤمنین است. پس تأمل نما ای مؤمن که این آیت چگونه سبحان الله موالات کافر را به نفاق علاقمند کرد، به نفاق اکبر علاقمند کرد و صاحبش را مخلد، یعنی خالد به نار و عذاب جهنم دردناک کرد. این آیت و آیتی گذشته. پس از این آیتی گفته امون میفهمید که سوره نساء آیتی که بیان کردیم بعضی از انسان ها بود است خود را مسلمان میگوید، باطناً کفار را دوست ندارد، باطناً کفار را دوست ندارد، شاید باطناً کفار را بد میبیند، اما ظاهراً میخواهد که در نزد کفار عزت پیدا کند، طلب عزت از کفار میکند. سبب کافر شدنش دوست داشتن کافر نیست، دوست داشتن کفر نیست، دوست داشتن اهل کفر نیست. سبب کفرش طلب عزت از کافرها کرده است. یعنی مسلمان نباید کافر را دوست دارد، نباید کفر را دوست دارد. بله این چیز معروف است و این چنین نباید طلب عزت در نزد کافرها بکند، طلب عزت در بین مسلمان ها بکند، عزت را در دین پیدا بکند، نه در نزد کفر. الله در اینجا تکفیر کرده ایستاده است همون کسی را که طلب عزت میکند از کفار، اونها را دوست ندارد اما طلب عزت میکند. سبحان الله. و این چنین آیتی که موالات کفار را بذاتش کفر میشمارد، این سوره مجادله آیتی 22 است. الله میگه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. لا تجد نمیو بی قومی رو که ایمان آورده باشد به الله و به روز آخرت و بعد از این مودت و دوستی بکند به کسانی که دشمن الله و رسول هستند. یعنی مؤمن نیست کسی که
به دشمن الله و رسول دوستی میکند و این چنین مؤمن هم پیدا نمی شود که خودش را مؤمن بگوید، ایمان به الله و به روز قیامت آورده باشد و بعد از این به دشمنان الله دوستی بکند. این چنین مؤمن وجود ندارد. اگرچه این دشمن الله نزدیکترین کسش باشد، مسلمان به او دوستی نمی کند، مودت نمی کند. اگرچه پدرش باشد، فرزندش باشد، برادرش باشد، خویش و تبارش باشد. زیرا که به قلبهای مؤمن و مؤمنین، آنهایی که به الله و به روز قیامت ایمان آوردند، الله ایمان را نوشته است، ایمان را جای کرده است و الله به قدرتش خودش آنها را، بارک الله فیکم، به قوتش و قدرتش خودش آنها را کمک میکند. به رحمتش، روح، رحمت، قدرت الله، برکت الله، و یدخلهم جنات تجری، و همچنین انسانهای مؤمنی که هیچ دوستی به دشمنان الله نمیکنند، اگرچه این دشمنان الله پدرش باشد، خویش و تبارش، فرزندش، برادرش باشد، به همچنین انسانها هیچ دوستی نمیکند، به خاطر اینکه به الله ایمان آورده است. الله به همچنین انسانها جنت ها را آماده کرده است و همچنین انسان ها را به جنت های داخل میکند که از اونجا آبشار هاست، از زیرش آبها جاری می شود و این مؤمنین در جنت ابدالابد و همیشه باقی می مانند. و الله از این چنین مؤمن ها که به خاطر الله براءت کرده اند از کافرین و مشرکین، اگرچه نزدیکترین انسان ها برای آنها پدر و فرزند و برادر باشد، و دوستی کرده اند با مؤمنین و موحدین اگرچه دورترین انسان برای آنها باشد، از این چنین انسان ها الله راضی شده است و این مؤمن ها هم از الله راضی هستند و انمین ها حزب الله هستند. حزب الله انمین موحدین هستند. حزب الله این حزب الله، حزب الشیطان، حزب این رافضه که امروز حسن نصرالله وجود دارد در سرش، اینها حزب الله نیستند، اینها حزب الشیطان هستند، اینها حزب الشرک هستند. حزب الله این موحدین هستند که به کفار موالات دارند و به کفار بخشش، به کفار براءت دارند و به مؤمنین موالات دارند. حزب الله این دموکرات ها نیست. حزب الله این کسانی نیست که به نام اسلام دموکرات را میخواند و خودشان را حزب اسلامی حزب الله میگند. نه والله، حزب الله موحدین هستند و بدانید که نصرت الله فقط به اهل توحید است. الا ان حزب الله هم المفلحون. آگاه باشید که همان حزب الله نجات یافتگانند. کیها؟ موحدین، موحدها، همانهایی که موالات به مؤمنین دارند، ظاهرا و باطنا با اهل توحید هستند و براءت به کفار و مشرکین دارند. سبحان الله. پس ای مؤمن، ای مسلمان، تأمل بکن در بالای این آیت ها و به خصوص در بالای سوره مجادله که چگونه الله سبحانه و تعالی ایمان را نفی کرده است، نابود کرده است از کسی که میگه که من ایمان آوردم اما کفر را تولی میکند، موالات میگیرد و الولا را نسبت کفر انجام میدهد. بارك الله فيكم. با همین القرار به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه های دیگر به دیگر مسائل وارد خواهیم شد، یا که در حلقه آینده هم یک حلقه در باب الولاء و البراء آیات ها و احادیث را ذکر میکنیم و بعد از اون دیگر مسائل را در باب الوهیت ذکر خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.